اگه فکر میکنی پرونده جفری اپستین دیگه تموم شده، اگه فکر میکنی همه اسمها قبلا رو شده و اگه فکر میکنی این پرونده هیچ ربطی به ما نداره، یک لحظه صبر کن. چون طبق اسناد و روایت هایی که به تازگی دوباره بررسی شدن، یک اسم توی این پرونده دیده شده که هیچ کس انتظارش رو نداشت. یک نام ایرانی. پرونده‌ای که پای سیاستمدارها، میلیاردرها، خاندانهای سلطنتی و شبکه‌های مخفی قدرت وسطشه. و حالا سوال اصلی اینه که این ایرانی دقیقاً کیه؟ سلام، من مسعود هستم و امشب رفتم سراغ جزیره فساد اپستین، اما این بار با مدارک جدید. چند سالی هست پرونده جفری اپستین هر از گاهی دوباره وارد اخبار میشه با اسناد جدید، اسمهای تازه و سوالهای بی جواب. این پرونده فقط درباره خود اپستین نیست. طبق روایت ها پای آدمهای بانفوذ و قدرتمند زیادی وسطه. تا الان خیلیا در مورد پرونده جفری اپستین حرف زدن و ویدیو درست کردن، اما به جرئت میتونم بهتون بگم قراره توی این ویدیو جزئیات جدیدی از پرونده رو بشنوید و ببینید. چندین سال این سوال توی ذهنمه که پرونده‌ای به این بزرگی با این همه اسمهای گنده چرا اسم یک ایرانی توش نیست؟ بالاخره هر اتفاقی توی دنیا بیفته پای یک ایرانی ممکنه وسط باشه. واقعا ناامید شده بودم تا اینکه دادگستری آمریکا جزئیات جدیدی از پرونده رو منتشر کرد و اسم یک ایرانی هم توش هست. میدونم خیلیاتون از اپستین و جزیره فسادش فقط یک اسم شنیدین، برای همین امشب میخوایم بریم توی دل این ماجرای تاریک و در آخر هم برسیم به این که این ایرانی کیه. برای فهمیدن پرونده جفری اپستین باید این پیشفرض رو بذاریم کنار که با یک مجرم عادی طرفیم. نه، اصلا اینطور نیست. چون اگه اپستین فقط یک فرد منحرف یا ثروتمند فاسد بود، این پرونده هیچ وقت این همه سال زنده نمیموند، این همه اسم بزرگ دورش نبود و مرگش این همه سوال به جا نمیذاشت. این پرونده داستان مسیر دسترسی به قدرته. داستان این که چطور یک آدم کاملا معمولی بدون پیشینه خانوادگی خاص، بدون سرمایه اولیه مشخص، میتونه وارد خصوصی ترین فضاهای آدمهایی بشه که دنیا رو میچرخونن. جفری ادوارد اپستین سال 1953 در بروکلین نیویورک به دنیا اومد. خانواده‌اش از طبقه متوسط رو به پایین بودن، نه ثروتی در کار بود و نه نفوذ سیاسی. اپستین از همون کودکی نابغه محسوب نمیشد، اما یک ویژگی خاص داشت. خیلی خوب بلد بود خودش رو به آدما نزدیک کنه. تحصیلات دانشگاهیش هیچ وقت کامل نشد. این خودش نکته مهمیه، چون بعدها اپستین در محافلی دیده شد که معمولاً ورود بهشون نیاز به رزومه های علمی و مالی بسیار سنگین داره. اپستین کارش رو به عنوان معلم ریاضی در یک مدرسه خصوصی شروع کرد، اما خیلی زود اخراج شد. دلیل رسمی اخراج رفتار نامناسب. جزئیاتش هیچ وقت مشخص نشد، اما با شناخت این آدم میتونیم بفهمیم که رفتار نامناسب یعنی چی. اپستین بدون سابقه مالی مشخص وارد فضای سرمایه گذاری شد، نه به عنوان کارآموز، نه به عنوان تحلیلگر معمولی، بلکه خیلی زود در کنار آدم‌هایی قرار گرفت که میلیاردها دلار پول جابجا می‌کردند. هیچ سند شفاف و رسمی وجود نداره که بگه سرمایه اولیش از کجا اومده، اصلاً این آدمای پولدار رو از کجا پیدا می‌کرده. اما چیزی که در موردش میگن اینه که آدم به شدت کاریزماتیکی بوده. در همین دوره اطرافیان اپستین بعدها گفتن که اون به شدت به کنترل، نفوذ روانی و وابسته سازی علاقه داشت. اون دوست داشت آدم‌ها بهش بدهکار باشن، نه فقط مالی بلکه اخلاقی، اجتماعی و حتی شخصی. اینجا بعضیا میگن اپستین داشته چیزی میساخته که بعداً تبدیل شده به یک شبکه باجگیری. در دهه 90 اسم اپستین کنار اسمهای دیده میشه که ورود بهشون تقریباً غیر ممکنه. رؤسای جمهور سابق، اعضای خاندانهای سلطنتی،
میلیاردرهای تکنولوژی و حتی چهره‌های علمی سطح بالا. میگن اصلاً خانواده کلینتون دوستان صمیمیش بودن که بعداً برای مرگش هم یک تئوری به وجود اومد. در همین سالها اپستین شروع به خرید املاک عظیم کرد، خانه‌هایی که فقط محل زندگی نبودن بلکه محل رفت آمد، جلسه مهمانی و ارتباط سازی بودن. و این دقیقاً مقدمه‌ای بود برای مرحله بعدی، مرحله‌ای به اسم جزیره خصوصی. تا اینجا ما با مردی طرف بودیم که به شکل غیرعادی وارد حلقه پول و قدرت شد، اما از اینجا به بعد پرونده وارد فازی میشه که دیگه صرفاً بحث ثروت یا ارتباط نیست. از این نقطه به بعد پای سوء استفاده سازمان یافته، شبکه سازی، کنترل انسانها و احتمالاً باجگیری وسط میاد. حالا بریم به این جزیره مرموز که بهش میگن جزیره فساد یا جزیره گناه. اپستین در دهه 90 میلادی جزیره‌ای در کارائیب خرید به نام لیتل سنت جیمز. در ظاهر این فقط یک جزیره خصوصی بود، چیزی که خیلی از میلیاردرها دارن. اما تفاوت این جزیره با بقیه نحوه استفاده از اون بود. جزیره فقط برای استراحت یا تعطیلات نبود. این مکان تبدیل شد به یک جایی برای مهمانی‌های خصوصی، جلسات کاملا غیر رسمی و طبق ادعاهای قربانیان سوء استفاده جنسی سازمان یافته. ورود به جزیره بسیار محدود بود. هیچ پرواز عمومی، هیچ مسیر عادی و هیچ ثبت رسمی شفاف وجود نداشت. اغلب افراد با هواپیماهای شخصی یا قایق‌های خاص وارد می‌شدند. اسمش هم گمراه کننده بود چون سنت جیمز یکی از حواریون عیسی بوده. یکی از مهمترین اسنادی که بعدها به پرونده اضافه شد دفتر پروازهای هواپیمایی خصوصی اپستین بود. هواپیمایی که رسانه‌ها به اون لقب لولیتا اکسپرس دادن. معنی لولیتا هم که کاملا مشخصه. اگر نمیدونین باید بهتون بگم که لولیتا نماد رابطه یک دختر زیر سن قانونی با یک مرد بزرگساله. حالا طبق این اسناد چه کسایی به این جزیره رفت آمد داشتن؟ بیل کلینتون، دونالد ترامپ، شاهزاده اندرو، بیل گیتس، مایکل جکسون، وودی آلن، کوین اسپیسی، کریس تاکر، فیل کالینز، ایلان ماسک، جی زی، جف بزوس، تام هنگس، پی دی دی و همینطور سالار کمانگر، مدیر سابق یوتیوب. حالا اینا توی جزیره چیکار میکردن؟ اینجاش جالب و ترسناکه. تو این بخش از پرونده یک اسم مدام تکرار میشه. اون نزدیکترین آدم به اپستین بود. تقریبا تو همه مهمونی ها حضور داشت و طبق گفته قربانی ها نقش خیلی مهمی توی جذب دخترها بازی میکرد. مکسول اول اعتماد قربانی ها رو جلب میکرد، بعد کم کم اونا رو وارد این فضا میکرد و طوری شرایط رو عادی نشون میداد که طرف متوجه خطر نشه. بعدها توی دادگاه مشخص شد که نقش اون فقط کنار اپستین بودن نبوده بلکه نقش فعالی داشته و به همین دلیل هم محکوم شد. یکی از وحشتناکترین بخش‌های پرونده سادگی روش جذب قربانیان بود. طبق شهادت‌ها اپستین و شبکش اغلب سراغ دختران نوجوان می‌رفتن. نه از خانواده‌های قدرتمند بلکه برعکس از خانواده‌های آسیب‌پذیر. وعده پول، وعده کار ساده، ماساژ یا معرفی از طریق قربانی‌های قبلی. قربانی‌های قبلی هم برای پول بیشتر قربانی‌های جدید معرفی می‌کردن و براشون هم مهم نبوده که چی سر اون دختر میاد. حالا سوال اینجاست با وجود این همه نشونه چرا سالها کسی شکایت نکرد و دستگیرش نکردن؟ چند دلیل اصلی وجود داشت. اپستین وکلای خیلی قدرتمندی داشت. ارتباطاتش باعث میشد خیلیا تو سیستم قضایی محتاط یا حتی ترسیده عمل کنن و شاید مهمتر از همه این بود که بعضیا اصلا نمیخواستن پای آدمهای بزرگتر به این پرونده باز بشه. دقیقاً همینجا بود که ماجرا از یک پرونده ساده خارج شد. خیلیا معتقدن داستان اپستین فقط درباره خودش نبود بلکه درباره محافظت از یک شبکه بزرگتر بود. شبکه‌ای که طبق روایت‌ها افراد با نفوذ زیادی توش حضور داشتن.
اما سال 2005 اولین گزارش از این جزیره به دست پلیس رسید. پلیس پالم بیچ فلوریدا پس از شکایت والدین یک دختر 14 ساله تحقیقات رو شروع کرد. دختر ادعا کرد اپستین اون رو برای ماساژ استخدام کرده اما مورد سوء استفاده جنسی قرار داده. پلیس 40 تا دختر قربانی رو شناسایی کرد، همشون زیر 18 سال از خانواده‌های فقیر. این لحظه‌ای بود که رازهای اپستین شروع به لو رفتن کرد، اما با کمک وکلای قدرتمند و فشارهای سیاسی همه چیز پیچیده شد. اپستین متهم به سوء استفاده جنسی شد، اما با معامله‌ای با دادستان الکساندر آکوستا که بعداً وزیر کار ترامپ شد فقط به یک اتهام فحشا محکوم شد و 13 ماه زندان گذروند با آزادی روزانه برای کار. این معامله شیرین ترین معامله تاریخ بود و خیلی‌ها گفتن نتیجه نفوذ اپستین توی سیستم قدرتمندا بوده. اما دست از کاراش نکشید. اون سال 2009 که آزاد شد دوباره کاراشو توی جزیره شروع کرد. اپستین با مکسول شبکه‌ای جدید برای جذب دختران جوان ساخت. قربانیانی مثل ویرجینیا جیوفری ادعا کردن اپستین اونها رو به افراد مشهور مثل شاهزاده اندرو معرفی کرده. این دختر توی همین آوریل 2025 خودکشی کرد که مرگش بازم خیلی تئوری درست کرد. اپستین در ژوئن 2019 در نیویورک دستگیر شد و متهم به قاچاق جنسی 10 دختر زیر سن قانونی شد. اون در زندان متروپولیتن نگهداری میشد، جایی که مرگ مشکوکش اتفاق افتاد. اپستین مرده در سلولش پیدا شد. گزارش رسمی با حلق‌آویز، اما دوربین ها خاموش، نگهبانان غایب و جراحات مشکوک. این مرگ بلا فاصله تئوری هایی درست کرد. خیلی ها میگن مرگش برنامه ریزی خانواده کلینتون بوده و خیلی ها میگن سرویس اطلاعاتی آمریکا نمیخواسته که FBI به رازهای تاریک این پرونده دست پیدا کنه. بعضی ها هم میگن اپستین نمرده و در جایی پنهان شده. تئوری میگه مرگش صحنه سازی بود و الان در جزیره دیگه زندگی میکنه. پرونده جفری اپستین هنوز بسته نشده، شاید از نظر قضایی اما نه از نظر افکار عمومی، چون سوال اصلی هنوز باقیه. اپستین فقط یک مجرم جنسی بود یا کلید ورود به یک شبکه تاریکتر؟ مثل همیشه اگه ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنید و کانال رو حتما سابسکرایب کنید و در آخر مراقب خودتون باشید.